سلام، امیر قباد هستم از افغانستان. قبل از اینکه ماجرای جدیدی رو براتون تعریف کنم، خواستم توضیحاتی رو در مورد داستانهایی که ارسال میکنم خدمتتون ارائه بدم، چون تو کامنت ها میخونم که به من انتقاد میشه این داستانها رو از خودم در میارم. خدمتتون عرض کنم چون خودم به علوم غریبه علاقه‌مند هستم، همیشه در جستجوی کسانی هستم که به این موجودات مرتبط بودن. بنابراین این ماجراها یا برام تعریف شده یا دست نوشته هایی هست که به دستم رسیده. این بار میخوام ماجرایی رو از زبان شخصی نقل کنم براتون که دیگه در بین ما نیست و این ماجراها رو 2 روز قبل مرگش در دفترچه یادداشت خودش نوشته که بسی درک و قوت قلب نیاز داره برای درک این داستان. پس بریم با هم و ماجرا رو بشنویم از زبان چنگیز. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. چنگیز هستم. الان حدود 1 سال از خطاهای بدی که در راه تاریکی انجام دادم میگذره. فکر نکنم دیگه تاب و توانی باشه تا ادامه بدم زندگی رو. نه خونه‌ای برام باقی مونده، نه خانواده‌ای، نه مرهمی برای دردام. الان هم از دستشون خلاص نشدم و میدونم کلش تقصیر خودم هست و باید این گونه تنبیه بشم. شاید این آخرین نوشته هم باشه، بلکه با تحریر این داستانم روحم آروم بگیره. پس تا دیر نشده ماجرای تلخ و ترسناکم رو بشنوید. در ابتدا باید بگم نام هر شخصی تأثیر زیادی روی اون شخص میذاره. پس دوستان من، همیشه روی فرزندانتون نامهای نیک بذارید تا تأثیر مثبت روی فرزندتون بذاره. اسمم رو پدر بزرگم چنگیز گذاشت. الان 10 سال فوت کرده. پدرم داوود تو شرکت صنایع دستی کار میکرد. ما 3 برادر و 4 خواهر بودیم. من از همه‌شون کوچیکتر بودم. اما چیزی که باعث ناهنجاری و تغییر زندگی من شد، بی‌توجهی خانواده‌ام نسبت به من بود. 2 برادر بزرگترم علی و بهرام تو خانواده خیلی محبوب و دوست داشتنی بودن. الان 23 سالمه. برادرای دیگم علی که بزرگتره 28 سال و بهرام 26 سالشه. خواهرامم ازم کوچیکتر بودن. مادرم همیشه نسبت به دختراش عشق می‌ورزید و نوازششون میکرد. خانواده‌ام فکر میکردن من یه بچه نحس تو زندگیشونم. وقتی 10 سالم بود یه روز دایی بزرگم اومد خونمون. نمیدونم چرا همیشه ازم بدش میومد و منو چنگیز دیوونه صدا میکرد. اذیتم میکرد. اون روز که اومده بود با مامانم جر و بحثم شد که داییم یه چک محکم زد تو گوشم. خیلی ناراحت شدم. میخواستم یه سنگ بزرگ پیدا کنم و بکوبم تو سرش. بهش گفتم دایی امیدوارم که دستت بشکنه و دیگه نتونی راه بری. که یه هفته بعدش دایی تصادف شدیدی میکنه و سخت مجروح میشه و از کمر به پایین فلج میشه. مادرم همیشه میگفت تو نحسی، برادرم به خاطر نفرین تو اینجوری شد. از اون به بعد مادرم همیشه ازم متنفر بود. بگذریم. بی‌اعتنایی خانواده باعث افکار شیطانی در من میشد. همیشه با خودم میگفتم کاش یه نیروی فرازمینی داشتم تا کل دنیا رو نابود میکردم. خانواده‌ام هم همینطور. اما هر چقدر ازشون بدم میومد، اما خانواده‌ام بودن. بهشون وابستگی داشتم. همیشه تو نماز خوندن کاهل بودم. پدر مادرم میگفتن
تو نجسی، کافری که نماز نمیخونی. نمیدونستم چرا، اما همشون گویا ازم انرژی منفی میگرفتن، ولی من که کاری نمیکردم. انقدر همه تو سرم زدن تا آخرش از نماز و دین و همه اعتقاداتم متنفر شدم. افسردگی، تنهایی، بی‌توجهی همش داشت منو میخورد. معلومات زیادی راجع به علم ماورا و علوم غریبه داشتم. کم کم متمایل شدم سمت ماورا. با خودم میگفتم شاید بتونم از این راه زندگیمو نجات بدم و خانواده‌مو خوب کنم. اما فقط حرفش خوب بود، عملش سخت و ترسناک. چند جا شاگرد شدم، ولی سر یه هفته از کارم بی دلیل خوششون نمی اومد و بیرونم می کردن. همیشه درباره جن و احضار می خوندم. راه های طلسم خانواده، محبت، طلسم زبانبند و اینجور طلسمات، اما هیچ کدومشون تأثیر نداشتن. بیشتر شبها تو قبرستونای قدیمی که مخروبه شدن می رفتم، اما خبری از جن نبود. میخواستم یه جن داشته باشم تا هر چی بهش بگم به حرفم گوش کنه، اما نمیدونستم احضار و موکل به همین بچه بازی و سادگی ها نیست، ولی جوینده همیشه یابنده است. حتی اگه بخوای ابلیس رو هم ملاقات کنی، اگه دنبالش بیفتی، با تمام وجودت بخوای، حتما به خواستت میرسی. اما رفتن دنبال این موجودات بدترین هدف و عمل انسان هاست. خلاصه اتاقم شده پر از عکسای ترسناک موجودات شاخدار، عکسای فراماسیونری، شیطان پرست ها و چیزهای زشت و بد که کم کم تأثیرات منفی شروع شد. افکارم سمت نیروهای شیطانی جذب شد. ملاقات کفرآمیز، سوالات دینی و مذهبی و شیطانی. حتی روی سینم عکس موجود شاخداری رو هم تتو کردم و سمت این زشتی ها رفتم، غافل از نتیجه بدش. به پدر و مادرم فحاشی میکردم و اونا رو همیشه سرزنش میکردم که چرا منو به دنیا آوردن و از این اعمال زشت. و این کارها خانواده‌مو بر علیه من بیشتر تحریک میکرد و تو یکی از روزها که از جایی برگشتم خونه متوجه شدم تمام وسایلم تو حیاط خونه انداخته شده و پدر و مادرم از خونه بیرونم کردن. و این امر باعث شد که ضربه شدید روحی بهم وارد شه. ناامید و مایوس از رفتارم شدم و شرمنده از کارهایی که انجام دادم. عکس و وسایلمو نابود کردم و از خونه بیرون زدم. دیگه سرپناهی نداشتم، دوست همدمی نداشتم که شبمو سر کنم. پیش فامیلا هم نرفتم چون ننگ زیادی داشتم از اینکه پیش غریبه برم. سر به زیارت خواجه عبدالله انصار زدم. این گداها شبا رو اونجا میخوابیدم و روزا مشغول جستجوی کار و حمالی بودم، تا اینکه یکی از روزها از یکی از دوستان شنیدم دعانویس قهاری هست که مردم روزها تو نوبت هستن که ازش وقت بگیرن و ملاقاتش کنن. میگفتن کارش درسته و هر کاری میکنه و حلال مشکلاته. خوشحال شدم از اینکه همچین شخصی رو پیدا کرده بودم، اما من که پول و هدیه‌ای نداشتم براش ببرم. با لباسهای کهنه چی کار میکردم که با خودم گفتم اون شخص حتما درکم میکنه و بهم کمک میکنه. آدرسشو گیر آوردم. تو محله فقیرنشین تو اطراف شهر زندگی میکرد. صبح زود پای پیاده را افتادم و حدود عصر رسیدم اونجا. خونش خونه قدیمی کاهگلی بود و یه چند نفری تو حیاط تو صف بودن. خونه
حیاط بزرگی داشت. هرچند قدیمی بود ولی بزرگ بود، با حوضی وسط حیاط و چند تا درخت قدیمی که خشک شده بودن. اونجا جو سنگینی داشت، جوری که تو حیاطشم نمیتونستم درست نفس بکشم. حدود 1 ساعت بعد نوبتم شد. جالب بود، خدمه‌ای نداشت که راهنماییم کنه. خودش از تو اتاقی که اتاقی کارش بود صدا زد: پسر داوود، بیا تو. سر جام خشکم زد. تعجب کردم. این مرد اسم پدرمو از کجا میدونه؟ که دوباره از تو اتاقک با صدای عجیبی گفت: بیا داخل چنگیز. رفتم داخل. بوی عجیبی می اومد. اتاق به شدت سنگین بود. گوشه‌ای پیرمرد نشسته بود با میزک کوچکی که دم دستش بود و چند تا کاسه حلبی قدیمی. چند نوع تسبیح و چیزای عجیب غریبی روی دیوارای خونش آویزون بود. از قیافش بگم، مردی حدود 60 ساله به نظر می رسید، با ریش بلندی که زرد رنگ بود که فکر کنم از بس ریششو نشسته بود زرد شده بود. یه کلاه نمدی رو سرش بود با عبایی سیاه رنگ به تن و دندونای کاملا زرد. متعجب شدم همچین دعانویس معروفی چرا اینقدر به هم ریخته است. زیر چشمی نگاه میکرد، انگار که عمق ذهنمو خونده باشه. گفت: پسر جون، قیافه آدمو مهم نیست، نیروهاشون هستن که اونا رو مهم میکنن. از شرم دعانویس سرمو زیر انداختم. گفت: خب پسر جان، چه حاجتی داری؟ با ممن گفتم: شیخ، من ازتون کمک میخوام. خانوادم حرفمو قطع کرد و گفت: میدونم مشکلت چیه و چی به سرت اومده. موکلینم گذشته و وقتی تو نوبت بودی برام نقل کردن و اینکه چقدر دنبال احضار بودی و نتیجه نگرفتی. من کمکت میکنم اما شرط داره. با ذوق زیاد گفتم: چه شرطی شیخ؟ هرچی باشه قبول میکنم. دعانویس با خنده ریزی گفت: اگه میخوای به خواستت برسی و موکل داشته باشی باید خودت رو برای ارباب ثابت کنی. با تعجب پرسیدم: ارباب کیه؟ شیخ گفت: اگه میخوای مردم ازت حساب ببرن و به آرزوت برسی باید طلسم شیطانی انجام بدی. مگه قدرت منو نمیبینی؟ فکر کردی از کجا به دستش آوردم؟ حالا بگو میخوای در خدمت من باشی؟ چند دقیقه داشتم به حرفش گوش میدادم. به گذشتم نگاه کردم که چطور خانوادم بیرونم کردن و ارزشی برام قائل نمی شدن. نگاه کردم که چیزی واسه از دست دادن ندارم. گفتم: حاضرم، بگین چی کار باید بکنم؟ دعانویس گفت: امشب طلسمت رو آماده می کنم. از همین حالا در خدمت منی و اوامرم رو باید اجرا کنی. که سریعا پذیرفتم و دعانویس منو به اتاقی دیگه برد و گفت: این اتاق مال توه، استراحت کن و به اتفاقات اینجا عادت کن. و بعد خودش رفت. سرمو گذاشتم رو بالش و از خستگی خوابم برد. حدود 2 ساعتی خواب بودم که با صدای راه رفتن چند نفر تو اتاق از خواب بیدار شدم. به اطرافم خوب نگاه کردم اما چیزی نبود. خواستم دوباره بخوابم که از لای دری که نیمه باز بود آشپزخونه و محیط خونه مشخص بود. یهو موجودی بزمانند سریع از جلوم رد شد. خیلی ترسیدم. عرق کرده بودم که یا خدا این چی بود؟ یک بار دیدم
چند تا سایه که شاخ داشتن دارن از جلوی چشام از این ور به اون ور میرن. وحشت کرده بودم. پتو رو کشیدم رو سرم. داشتم نفس میزدم که یهو صدای زوزه‌ای به گوشم رسید. عین سگ داشت ناله و زوزه میکشید. از زیر پتو نگاه کردم که وسط در اتاق یه موجود کریه دیدم که 4 تا پا داشت و 3 تا چشم که یه چشمش وسط پیشونیش بود. با کله‌ای گرگ مانند و بدنی پرمو داشت به من نگاه میکرد و زوزه میکشید. از ترس داشتم قالب تویی میکردم که از هوش رفتم و بعد با تکون دعانویس که شب شده بود و بالا سرم بود به هوش اومدم. رنگ به رو نداشتم که دعانویس با خنده ریز و ترسناک گفت: چنگیز، چی دیدی که اینجور ترسیدی؟ نفس زنان چیزایی که دیدم و گفتم. دعانویس گفت: نترس، بهت کاری ندارن، اونا موکلین من هستن، از قبیله کافر اجنه. بعد شامی که آورده بود رو جلوم گذاشت و گفت: یه چیزی بخور، امشب باهات خیلی کار دارم. بعد شام دعانویس منو به اتاقکش برد و دایره‌ای که کشیده بود منو وسطش نشوند و بعضی بخورات به شدت بدبو که تا حال تو عمرم همچین بوی بدی رو حس نکرده بودم رو دود کرد و کتابی قدیمی که از جنس حیوانی چیزی بود رو برداشت و به زبون وحشتناک و نامعلومی شروع به خوندن کرد. در بین خوندن اون اوراد شیطانیش گاهی هم عین حیوان زوزه میکشید و گاهی ارعر میکرد. یهو حس کردم انگار یه جمعیت 100 نفره وارد اتاقک کوچیک دعانویس شدن. چنان سایه های زیادی توی اتاق جمع شده بودن که جا برای دیدن و نفس کشیدن نبود. که دیدم جلوی دعانویس ناگهان موجودی ظاهر شد. چشاش مثل کاسه خون بود و 2 تا شاخ رو سر داشت. صدای خورناسشو میشنیدم. دعانویس جلوش زانو زد و سجده کرد و گفت: ای سلطان من، این قربانی رو برای اربابمون بپذیر و اون رو به اسارت تاریکی در بیار.